وسط آلمان پراید هاچبکه. چه رنگی میشه این؟ صورتی سکسی دو در. دیده بودین واقعا؟ من فکر کنم تو ایرانش هم نیست دیگه پراید هاچبک ها. عجیبه. از اینکه اون پراید رو تو خیابون دیدم واسه هم سوال پیش اومد اصلا پراید تو آلمان واقعا خرید و فروش میشه؟ واسه همین رفتم توی سایت آنلاین دیدم که بله یه پراید داره دو در، یعنی اون یه دونه هم بود البته. 1450 یورو، مدل 1996. کم کار کرد بود، حدود 77,000 تا کار کرده بود. بعد دو درم بود، خیلی جالب بود. گفتم که از اونجایی که من فکر میکنم که پراید تو ایران الان دیگه نیست، گفتم برم با سایت ایرانی هم نگاه کنم ببینم که تو سایت ایرانی الان پراید هاچبک هست، هنوز خرید و فروش میشه یا کلا از رده خارج شده. رفتم توی سایت ایرانی دیدم که به چه خبره، یا عالم پراید هاچبک هست. ما چی فکر میکردیم الان تو ایران اصلا پراید دیگر رده خارج شده. دیدم نه خیر، پراید هاچبک هست، انواع و اقسام مدل ها. یه دونه رو انتخاب کردم، مدل 83 بود، 168 میلیون تومان بود. ولی خب 4 در بود، 2 در اصلا فکر نمی کنم دیگه، واقعا 2 در فکر نمی کنم تو ایران باشه. قیمتش رو با یورو امروز حساب کردم دیدم حدود 1200 یورو میشه، یعنی تقریبا اندازه همین پرایدی که توی اینجا هست.